یکی از مهمترین چیزایی که قراره تو زندگیتون یاد بگیرید، تاکید میکنم مهمترین نکته برای زندگیتون رو میخوام بگم، پس با دقت گوش کنید چون میتونه زندگیتون رو عوض کنه، همونطور که زندگی افراد موفقی مثل برایان تریسی، استیو جابز، تونی رابینز و حتی خیلی از تریدرهای بزرگ مثل وارن بافت، جورج سوروس و آقای میلر و خیلی های دیگه رو تغییر داد. چیزی نیست جز مدیتیشن. اما مدیتیشن چیه؟ مدیتیشن یعنی این که بتونید برای مدت زمان محدودی تمام تمرکز و انرژیتون رو روی یک مورد خاص نگه دارید و متمرکز کنید. اونقدری که به دم و بازدم خودتون کاملا آگاه باشید، نه به صورت یک امر کاملا ناخودآگاه. به نظر من امروزه انسان‌ها نیاز بسیار بیشتری به مدیتیشن دارند، مخصوصا با وجود اینترنت و سوشال مدیا، چون مغز ما هر لحظه ده‌ها و صدها نویز و صدا و فیلم و غیره دریافت میکنه، در حالی که مغز ما اصلا برای این همه ورودی طراحی نشده و نیاز به آرامش و استراحت داره. و این در حالیه که در این دوران همیشه مغز ما درگیره و خیلی کم پیش میاد که متمرکز باشه و ساکت باشه و این شلوغ بودن مغز و مخصوصا این همه حجم از ورودی که میره داخل مغزمون برای نسل بچه ها و نوجوان های امروزی بسیار خطرناکه و حتی باعث میشه که اونها رو به سمت بیش فعالی ببره که عوارضی چون عدم تمرکز، فراموشی، ایجاد مشکل در فرآیند یادگیری و حتی منجر به مشکل در روابط بین فردی و اعتماد به نفس پایین میشه و حتی میتونه بعدها برای بچه ها مشکلاتی مثل مشکل در پیدا کردن شغل و یا حتی مشکلات در روابط عاشقانه‌شون رو به وجود بیاره. پس میخوام بگم مدیتیشن براتون خیلی خیلی واجبه، اصلا کوچیک و بزرگم نداره و همه باید حتما زمانی از روز خودشون رو به مدیتیشن بگذرونن، چون میتونه باعث افزایش تمرکز و کاهش حواس پرتی بشه. علاوه بر اون میتونید بیشتر در لحظه باشید و در لحظه زندگی کنید و مدام نرید به گذشته و غم و غصه بخورید که ای کاش این کارو کرده بودم یا ای کاش اون کارو نکرده بودم، اینو بهش گفته بودم یا غیره. مدیتیشن باعث میشه که واقعا در مسیر زندگی بتونید از زندگیتون لذت ببرید و ذهن خودتون رو برای دقایقی خالی کنید. برای شروع میتونید از مدیتیشن های تنفسی استفاده کنید در حالتی که بسیار خوشاینده قرار بگیرید. حالا میخواد چارزانو نشسته باشید یا به دیوار تکیه داده باشید یا به پشت به آرامی دراز بکشید. فقط حواستون باشه خوابتون نبره. چشماتون رو به آرامی ببندید و این کار رو با روزی 5 دقیقه شروع کنید و کم کم اون رو به 15 دقیقه در روز برسونید. باید بتونید تنفس دیافراگمی داشته باشید، تنفسی عمیق و شکمی. قبول دارم که اولش خیلی سخته و فقط کافیه چند ثانیه بگذره که دوباره کلی فکر بیاد سراغتون. یه اسم به این فکرای مزاحم بدید. مثلا یکی از استادام اسم جو رو گذاشته بود، منم میگم جو برو. یعنی اصلا اجازه ورود هیچ فکر مزاحمی رو به ذهنتون ندید. این خیلی طبیعیه که کلی فکر بیاد سراغتون و مجبور شید بندازیدش دور. کم کم این مدت مدیتیشن خودتون رو در روز بیشتر و بیشتر کنید که بتونید حداقل به 1 ربع برسونید و این باعث میشه که بیشتر بتونید از زندگیتون استفاده کنید، بهتر فکر کنید، بهتر و راحت‌تر زندگی کنید و زندگی خودتون رو مدیریت کنید، تصمیمات درست بگیرید. پس مدیتیشن رو جدی بگیرید و از اون غافل نشید. مدیتیشن برای همه مخصوصا مدیران و سرمایه‌گذاران و تریدرها از نون شبم واجب تره، پس اونو جدی بگیرید. کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوها مطلع بشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.